با عرض سلام و درود، ادب و احترام به همه شما بینندگان ارجمند صحیفه خرد. طوری در برنامه قبلی ما برای شما معلومات داده بودیم، حتما موضوعهایی که عاید بلند برداشتن دانش ذهنی شما، دانش مالیوی شما کمک میرسانند، ما این گونه موضوعها رو پیگیری میکنیم و باز ما اومدیم در سری صحبت با استاد جناب الدین اشرف که امروز تصمیم داریم برای شما پیرامون چند ویژگی سرتیفیکت بین المللی کیپ معلومات دهیم. شما را بسیار خوش آمدید میگیم استاد که وقتی قیمتی خدا دارین داشته به صحبت ما حاضر شدید و نخست سوال میخواستم از شما بپرسم که به خاطر ختم نمودن این کورسایی که اونها در پس از ختم صاحب سرتیفیکت میشوند کدام مرحله ها را باید گذرند؟ این خیلی سوال ها بسیار میشوند که ما از کدامش سر کنیم آموزش را. خب ما اول یک بار میفهمونیم که اول کدام کورس را خواندن در کار، باز دوم درجه، سوم درجه، بعد یک مرحله هست که فرق ندارد بعد از کدامش دوام میدهید. اولش نازک است، اولش باید مثال بعضی ها هستند که رفته یک بار کورس اتوماتیک کنانی به حسابگیری، برنامه اتوماتیک کنانی به حسابگیری را یک اس را میخوانند، در وقتی که در حالتی که یگان فهمیش به حسابگیری محاسبی حالا ندارن، یگان بازه نظریوی ندارن، یعنی دبیت را از کردیت فرق نمیکنن، یگان مفهوم های اقتصادی را نمیدانند، رفته برنامه را میخوانند. این یک خراجات بیفایده مبلغی آنها و خراجات بیفایده وقتی آنها است و یک رکلام نگاتیوی برای همون ترینر میشود که نتونست این شنونده را یگان چی یاد دادن. ما مصلحت میدیم که اول حتما کورس اساسی به حسابگیری محاسبی را خوانند. اون نفرانی که بعدش مکتب میونه یا حالا دانشجو هستند و حالا مکمل یگان فنای اقتصادی را نخواندند، اونها باید اول کورس به حسابگیری اساسی به حسابگیری محاسبی را خوانند. بعد این کورس بعد میتونن انتخاب کنند که اتوماتیک کنانی را خوانند، آیدی برنامه یک اس، یا کورس های به حسابگیری مالیوی، فینانس و ایجاد، به حسابگیری اداره کنی، управленческий учет، کورس اندازبندی موافق قانونگذاری تاجیکستان و کورس حقوق موافق قانونگذاری تاجیکستان میتونن بعد انتخاب کنند وابسته از آن که کدامش همین دم برای آنها ضرورتر است، از همون میتونن سر کنند. در کدام حالت شما کورس آغازی خود را شروع میکنید؟ 12-15 نفر که جمع شد ما درسمون را آغاز میکنیم تا 20-25 نفر در یک گروه میتونن اشتراک کنند. از 12-15 نفر ما میتونیم درس را آغاز کنیم، لیکن ما امکانات هایی داریم که مثال با واسطه برنامه زوم، با واسطه اینترنت فاصله‌ای با یک نفر یا چند نفر با یک نفر یا چند نفر هم درس گذاریم، یا در وقت همون درسی که در اودیتور میشوند آنها را هم با واسطه اینترنت پیوست کنیم که هم در همون درس اشتراک کنند، از جای کار، از خانه، از کجایی که برای آنها موافق است در همون درس ما اشتراک کرده هم همون اکران کاری ما را میبینند و هم گوش میکنند که درباره چی درس رفته ایستاده است، در تلفن، در نوتبوک، در کامپیوتر خود. اشتراک فاصله‌ای محدودیت ندارد، چند نفری که خواهند پیوست میشوند. خب حالا بگویید که مثلا یک درس شما چند ساعت رو فرا میگیره؟ کورس به حسابگیری اساسی به حسابگیری محاسبی 40 ساعت دوام میکنه در ما. این برنامه مخصوصی خودی ترینینگ سنتر ما است که ما 40 ساعت برای میگذاریم. در یک روز چند ساعت درس میگذارونید؟ این وابسته به طلبات گروه هست. عادتا ما در یک هفته 2 روز و هر روز 2 ساعتی میمونیم که همین ترتیب کورس اساسی به حسابگیری 2 ماه تقریبا دوام میکند. لیکن نفرانی هستند که سراسیمه هستند که تستر یاد گیریم، با آنها میتونیم مخصوص باز رجای درسی کنیم که در یک ماه تمام شود. مثلا پیش از کورس به نزد شما اومدن کدام دانش‌ها را باید آموزن، از خود کنن؟ برای آسان از خود کردن این کورس ها اقلا یک دانش بازوی نظریه اقتصادی در کار است. اقلا برای آنکه نزد ما نفران آموزش می آیند که تماما از دیگر ساحه هستند، کارگرانی هستند که مثال یک عمر همشیره شفقت کار کرده است، برای آنها مشکل است. برای همین یک کورسی بازوی نظریه اقتصادی باشد خیلی آسان تر میشه. این کورس هم داره؟ نه، این خیلی کورس ها ما نداریم، لیکن وقتی که ما آنها را مصلحت میدهیم که شما از به حسابگیری مالیوی برای سرتیفیکت کیپ گرفتن نمیتوانید حالا آموزش را سر کنید، مخصوص برای همین خیلی شنونده ها ما مصلحت میدهیم که از اساسی به حسابگیری محاسبی سر کنید. برای آنکه در این کورس ما از نول
به آنها همین خیلی مفهوم ها رو میفهمونیم که اول مفهوم برای آنها فهمو باشد. اگر آنها نفهمند که این کلمه یا جمله چی معنا دارد، آنها این کسب رو گرفتن نمیتونن. برخی بیننده ها سوال کردن که مثلا یک کورسی که شما با آنها میگذرانید چقدر ارزش داره؟ وقتی که ما رکلام میدهیم در اینترنت دیگر صحیفه‌ای که داریم هست، اما خیلی سال‌ها میشود که کورس ها به پلان که ما رفته خونه 20 چند سال میشود که ما در اقتصاد بازرگانیم، لیکن حالا هم مردم عادت نکردن برای خریدن دانش. بله. فکر میکنن که باید همش به پول باشه. بله. لیکن بعضی ها برای دانشگاه هر سال 5000 10000 سومانی پول شرطنامه میدهند. در 5 سالی که آنها دانشگاه را ختم میکنن ممکن که از 20 هزار تا قریب 100 هزار سومانی خراجات میکنند. از آنجا چه خیلی کادر میبرایند خودشان یک بار مقایسه کنند و بها دهند که همون آموزش من 100 هزار ارزش داشت یا نداشت. حالا ما در اینجا این خیلی ارزشی بلند نمونده ایم برای کورس های ما. همین امروز یک کورس اساسی به حسابگیری ما مثال 650 سومانی ارزش داره. در 2 ماه 650 سوم من فکر میکنم که این قدر ارزشی کلان نیست. آن کورسایی که برای سرتیفیکات کپ میشوند اونها کمی قیمت‌تر، برای آنکه اونجا سطحی بلندتر در کار است برای ترینر، برای معلم. و کورسای ما 850 سومانی ارزش دارند. ماهش یا پر رحم کورس؟ یک کورس میتواند از 2 تا 3 ماه دوام کند. 3 ماه اگر دوام کند یک کورسی به حسابگیری مالیوی 850 سومانی. طوری که ما میدونیم امروز مرکز شما در مرکز در 4 آشانی اشن جایگیر است و با ما سوال هم دادن که نمی شود که ما در شهر دوشنبه قرار نداریم، بیرون از شهر دوشنبه هستیم و حتی برخی هم گفتن که خارج از کشور هستند. برای اونها چگونه شرایط دارید؟ امروز ما با واسطه اینترنت میتونیم نوبسته از جایگیر شوی همون صفت و همون درس رو برای همه برابر یک خیل تامین کنیم. ما میتونیم با واسطه زوم با اشتراکچیان بیرون از دوشنبه دسترسی دهیم. اونها پیوست شده همون اکران درسی ما رو میبینند که ما چی نوشته ایستادیم، چی مثال مسئله کار کرده ایستادیم و هم میشنوند و با کورس همراه میشوند. با کورس همراه میشوند. و یک امکانات دیگر هم هست که ما همون درس ها رو هر روز ثبت میکنیم و نفرانی هستند که مثال در 1 ساعت ممکن قابلیت ذهنی همون چیز را تیز قبول کرده از خود کردن ندارند و با تکرارن میتونن تکرارا همون ثبت های ما را تماشا کرده درس ها را پرتر و با صفت‌تر از خود کنند. به نظر شما تا به این روز از تجربه شما میگن افراد پیدا شدن که یعنی شتاب داشته باشند برای آموختن همین دانش که ما در مدت کوتاه همین دانش ها را از خود کرده در همین مدت کوتاه متخصص شویم؟ درست قید کردید. امکاناتی همه یک خیل نیست. بعضی ها برای وقت جدا کردن، برای امکانات مالیویشان که برای همه کورس ها پرداخت کردن میتوانند یا نه. بعضی ها امکانات ذهنیشان فرق میکند. بعضی نفرانی هستند که خیلی فعال هستند و در دوام 5-6 ماه همین کورس ها را میتوانند از خود کردن. لیکن این خیلی نفرها خیلی کمند. عادتاً به حساب میانه 1-2 سال وقت میگیرد که از نول همین موضوع ها را همین کورس ها را از خود کرده پره همچنین متخصص مستقل همون داوطلب کار کردن تواند. بعضی ها سراسیمه هستند میبیان پیش ما میگویند که ما 1 ماه وقت داریم یا 2 ماه وقت داریم که همین چیزا را همش یاد گیریم. لیکن سراسیمگی کجا در دانشگاه وقتی که داخل میشوید 4 سال میخونید که شما رو کادر تیار کنند. برای یک صحبت بسیار صمیمی و مفصل به شما تشکر و عرض سپاس میکنیم و باز نصیب باشد در برنامه‌های آینده دیگر پهلوهای این آموزش را حتما برای بیننده پیشکش میکنیم. سلامت باشید. خوب بینندگان ارجمند صحیفه خرد، در همینجا صحبتی ما با استاد جناب الدین اشرف به پایان میرسد و فکر میکنیم که آیدی آن اما سوال هایی که در کامنت ها نوشته بوده در صحبتی ما با استاد جناب الدین اشرف برای خود پاسخ گرفتید و باز چی پیشنهاد و درخواستی که شما داشته باشید میتوانید با ما مراجعه کنید و اطراف آن ما با استاد صحبتی داشته باشیم. با مرکز خرد بمانید تا بهترین ها را ببینید.